درود به همه عزیزان. من پرویز اکبری، مدیر فروش ماشینالات شرکت بزرگ آذریاب در ترکیه هستم. در این ویدیو به معرفی ویژگی‌های منحصر به فرد خطوط روتاری نانهای مستطیل و گرد خواهیم پرداخت. خط روتاری MR650X40CP برای نانهای مستطیل و مربع و همچنین خط روتاری GR650X40CP برای نانهای بیضی و دایره‌ای طراحی شده است. در فرایند خمیرگیری به ازای هر 50 کیلو آرد بین 28 تا 32 لیتر آب اضافی کرده که به لطف طراحی منحصر به فرد ماشینالات شرکت آذریاب و توانایی کارکرد با چنین خمیر نرم و آبداری، نانی بسیار با کیفیت و ماندگاری بالا قابل تولید می باشد. با توجه به تغییراتی که در چند سال اخیر در طراحی ماشینالات صورت گرفته، در حال حاضر ماشینالات شرکت آذریاب هم با خمیر تخمیری و هم بدون مایع خمیر کار کرده. بنابراین انواع نان کشورهای مختلف از جمله ترکیه، روسیه و همچنین کشورهای عربی قابل تولید می باشد. در کلیه تنورها کنترل مشعل‌های دیجیتال توسط PLC صورت گرفته. بنابراین سطح ایمنی تنورها را در حد استانداردهای جهانی ارتقا بخشیده ایم. در سایه ایزولاسیون بسیار پیشرفته، اتلاف انرژی در تنورها بسیار کم بوده و فشار گاز 21 میلی بار کافی بوده، لذا میزان مصرف گاز بسیار پایین است. نظر به طراحی منحصر به فرد و مقاوم ماشینالات و استفاده از با کیفیت ترین قطعات در ساخت آنها، کلیه ماشینالات به صورت 24 ساعته می توانند فعالیت کنند. بستگی به طول نان، ضخامت و میزان پخت آن، در هر ساعت بین 1200 تا 2500 قطعه نان قابل تولید می باشد. به عنوان شرکت آذریاب افتخار این را داریم که در حال حاضر به 90 کشور دنیا به صورت مستقیم صادرات انجام داده و به لطف شبکه بسیار گسترده‌ای که در سراسر جهان داریم، خدمات تامین قطعات یدکی مورد نیاز ماشینالات از کشورهای آلمان، ترکیه، قزاقستان، عراق، ایران و یونان به اقصی نقاط دنیا انجام می‌پذیرد. به عنوان شرکت آذریاب همیشه پشتیبان شما خواهیم بود.